من یه بار از ایران رفتم سال 50 و اوایل سال 57 بود، وقتی که دانشگاه صنعتی اصفهان درس می‌خوندم که ساواک دستگیرم کرد و بعد از دانشگاه اخراج شدم. برای اینکه ادامه تحصیل بتونم بدم رفتم آمریکا و اونجا درس می‌خوندم. خیلی هم وضع تحصیلیم خوب بود. کالجی که درس می‌خوندم شاگرد اول بودم. جنگ که شد نتونستم تحمل بکنم، برگشتم اومدم مستقیما رفتم آموزش نظامی دیدم، رفتم جبهه و 8 سال جنگ پامو از جبهه این ور نگذاشتم. وطن برام خیلی عزیز بوده همیشه و هیچ وقت میل رفتن از ایران رو نداشتم. توی این مدتی که نمیتونستم فعالیت بکنم خیلی هم پیشنهاد بهم شد، پیشنهاداتی که میتونست خیلی قلقلک بده آدم رو به اینکه بره، ولی اصلا حاضر نبودم ایران رو ترک بکنم. من ایران رو دوست دارم، نمیخوام برم. اگه میخواستم بمونم که همون یه بار که رفته بودم خب میموندم دیگه، موقعیتم هم خیلی خوب بود، ولی اومدم با هزار مصیبت و مشکل مواجه شدم. خورد به انقلاب فرهنگی، لیسانسی که اونجا میتونستم با کیفیت خیلی خوب و سریع بگیرم 9 سال طول کشید تا تونستم لیسانسمو بگیرم. بنابراین عشق به ایران و علاقه به ایران در خون منه و علیرغم اینکه فرصتشو داشتم هیچ وقت دلم نخواست از ایران برم. خالی سفره زمین دست سخاوت تو کو، زخمی شونه های عشق مرهم رحمت تو کو. فکر چشمای تو بودم وقتی دریا زجه میزد، وقتی جنگلان میمردم اما بارون نمیومد. نگران خنده هاست که پس پنجره خشکی، این که کشی بگذران در قریبی نبخشی، منو تو پر نکشیدی اما پروازم یک رفته. چقدر از پا که شکستی توی گردش ترقی، به تو میرسم دوباره توی این شکست راهی، با همین شونه زخمی، با همین دستای خالی. به تو میرسم دوباره توی این شکست راهی، با همین شونه زخمی، با همین دستای خالی. ابر دلتنگی